سلام، وقت بخیر خدمت تمامی دوستایی که در این جلسه حاضر شدن. یک بار دیگه از دکتر صاحب آمنه محمود تشکری میکنیم به خاطر ترتیب و تهیه سمینار در مورد ای که چطور بتانیم ما شما اسناد خود به خاطر بورسیه داد آلمان تهیه بکنیم. من زیاد وقت دوستا را نمیگیرم چون میفهم سر شام است و از طرف دیگه دکتر صاحب هم یک مقدار وقتشان کم است. به او خاطر نوبت میتونم به دکتر صاحب که سمینار خود آغاز بکنن. تشکر. بسیار تشکر انجینیر صاحب مرتضی از اینکه همه کارا را ارگنایز کردین و منظم هستین. تشکر از همگی شما که به این وبینار امروز اشتراک میکنیم. قسمه که قبلا صحبت کردیم که وبینار مبادی است که ما چطور بکنیم که بورسیه داد یا دیاده هر چیزی که شما میگین برای ماستری و دکترا ما چندین چیزا را به دیتیل یا به تفصیل میگیم که باید شما چی کنیم، چی کارا رو مد نظر بگیریم. ما امی پری وبینار کوشنیری که روان کرده بودم تشکر از اینکه ایرا خانه‌پوری کردین. بعد از سوالای شما را و داخل از این وبینار ما می‌جانیدیم و جوابایشان شما خواب بگیریم. اگر کدام سوال چیزی باشن میتونیم که بعد از وبینار از ما پرسان کنیم یا به چت پرسان کنیم یا میتونیم که ما با گروپ واتساپ هستیم اینجا اگر سوالایی کنیم که امروز نشد که جواب داده شود با اینجا میشه مشترک کنیم و ما کوشش میکنیم که جواب کنیم. امروز ما ببخشیم که کم وقت پیشم کم است و اما کوشش میکنیم که بهترین استفاده کنیم. اوکی. اصلا داد چی است یا کدام پروگرام است، چی کارا میکنه، کدام مضامین فاند میکنه. داد و آواز ما رو میشنوین؟ هلو؟ صدای شما از دکتر صاحب. اوکی. به خاطر که بعضی کسا گفتن که نه حالا خوبه سلایدا رو میبینید؟ صدا هم است و سلاید هم است. اوکی اوکی that's good. اوکی. فکر میکنم شاید اینترنت خیلی مشکل باشه. من میشه که بعدا سلایدا رو روان کنیم برای انجینیر صاحب مرتضی و اونا با شما شیر کنیم. اوکی. تو داد چی است؟ این یک ارگانیزیشن یا یک مؤسسه است که از طرف دولت آلمان است و it's an exchange program یعنی ارتباط تبادله علمی است. اینا چی میکنن که کسایی که به خارج هستن برای ماستری دکترا یا پروژه های ریسرچی اینا را از دیگر کشورهای جهان به آلمان دارن و آلمانی ها را از آلمان به دیگر کشورهای جهان میفرستن. So it's a exchange یا تبادله قسمتی گفته شده. اینا چی چیزا را سپورت میکنن یعنی چی چیزا را میکنن. یکی از ماستری دکترا و ریسرچ. شما اگر ماستری و دکترا نمیخواین بکنین و یک پروژه دارین مثلا پروژه 5 ماه 6 ماه یک سال است میتونین که از طریق داد او را فاند کنین یا پول برش داده شود. کدام مضامین کدام شقها را داد در پوشش قرار میده. مثلا انجینیری تمام بخشای انجینیری ساینسز علوم ساینسی علوم اجتماعی و یعنی اونطور یک سبجکت نیست که اینا نمیتونن به خصوص یک چیزی که نمیتونن بکنن و این است که مثلا یک کسی که دکتر طب است و بخواید که اینجا اختصاص بگیره و یک شق خاص اونا را فاند نمیکنن اما دیگر تمام چیزایی تمام مضامین دیگر اینا فاند میکنن. ما شما باز میریم که به کجا دیده میکنیم که کدام مضامین کدام پروگرام ها را اینا تمام میکنیم. اوکی. یا دیادی چی میکنن funding for study in Germany در باید درستان با آلمان باشه و تمام فیلد ها اوپن است و غیر از مدیسن اما به مدیسن مثلا یک کس بخواهد که پابلیک هلت بخونه اون رو میکنن اما شکای خاص رو نمیدن. یک چیزی که به سوالای شما از ما پرسان کرده بودیم که زبان آلمانی کار است
بورسی برای بورسی دیاده شما زبان آلمانی کار نداره. این شما را کمک کردن میکنن، اما به خاطر ازی it's not a requirement، یک ضرورت از نیست. اوکی؟ اینا چی میکنن؟ اگر شما محصل ماستری یا دکترا باشه ماهانه پول براتون میفرستن. بهتر است؟ آواز مالو میشنویم؟ اوکی، اگر دیگه بار مشکل شد من میشه که باز از موبایل خودم میشم. اینا هلت انشورنس شما را میتونن با آلمان بسیار زیاد مهم است که شما بیمه صحی داشته باشین. اگر فامیل هم برایتان باشه فامیل هم کمک میکنن، هم برای خانم و شوهرتان میکنن و هم برای اولادان. و مثلا از کابل که تا به اینجا میایین پول تکت طیاره شما را میپردازن و میتینگ داشته باشین با بون. یعنی اگر شما اسکولارشیپ یا بورسی دیاده بگیرین شما میتونین که فامیل خودم با خود بیارین. اوکی، برای گریجویتس، برای ماستری شما چی کار دارین؟ اینا شما میتونین ماستری 1 ساله یا 2 ساله بکنین. با آلمان زیادتر ماستری 2 ساله میباشه و زبان آلمانی مهم نیست. اگر شما سابجکتتون یعنی پروگرامی که ماستری میکنین این به زبان انگلیسی است، شما به زبان آلمانی ضرورت ندارید. این بسیار جالب نیست. و کسایی که به سال آخر بچلری خود هستن یا انجینیرینگ خود میخوان خلاص کنن، سال آخر هم میتونن که به این بورسیه اپلای کنن و تقریبا به حال 960 یورو ماهانه شما پول میگیرین. این علاوه بر ایست که شما مثلا انشورنس داده میشه و فامیلی سپورت داده میشه. اوکی؟ این زبان آلمانی مهم نیست. اگر پروگرامتون به انگلیسی است شما ضرور نیست که آلمانی رو یاد داشته باشین. کمکتون میکنه اما مست نیست. اوکی، ریسرچ گرانت من نمیخوام کسایی هستن اینجا که ریسرچ گرانت میخواین یا پروژه مثلا ریسرچ تحقیقاتی داشته باشن. اینا از 1 ماه تا 10 ماه میتونن که با یکی از پروفسورها صحبت کنن و اینجا بیاین. کسایی این زیادتر در کسایی هستن که اینجا دکترا میکنن در افغانستان یا فوق دکترا دارن و میخواین که برای یک چند وقت آلمان بیاین و برای یکی از تاپیک های خود ریسرچ کنن. اینا را ماهانه از 1200 تا 1400 یورو پول داده میشه و این بسیار مهم است که یک کانتون بر شما دعوتنامه بکنه که شما را قبول میکنن. این قدر مشکل نیست. شما هم با یک پروفسور صحبت میکنین، اونا اگر علاقه‌مندی داشته باشن بر شما این چی را میکنن، این دعوتنامه. اوکی، چیزی که مهم است ما یک چیز بسیار زیاد مشکل را که میگیم بسیاری از شما بشنه کردیم که ویزا چطور میشه. ما ویزا گرفتن نمیدونیم ویزا چطور میشه. ویزا استپ آخری. اگر شما امروز کار رو شروع کنین، شما تقریبا 1.5 سال بعد به آلمان میرسید. یعنی ویزا استپ اولتون نیست. شما پریشانی ویزا را باید به حال حاضر نداشته باشین. شما پریشانی ازی را داشته باشین که ما باید اول چی کار کنیم. right? تو این مثل ازیز که مثلا صنف اول بخوایم صنف ده بریم. اول باید کارهای اول بکنیم. شما کار اول را که میکنیم این است که you need to find a university، یعنی یک دانشگاه، یک کانتون براتون پیدا کنیم که کدام مضمون، کدام پروگرام شما میخواین که با مو رشته خودتون ماستری کنیم یا دکترا بکنیم. این بسیار زیاد مهم است. و امروی کانتون، هر کانتون از خود یک اینترنشنال آفیس می داشته باشن. امروی اونا انگلیسی صحبت میکنن. امروی از اینا شما به تماس میشین که ریکوایرمنتشون زیادتر وقتا ریکوایرمنت همیشه داشته نباشه. اگر چیزی براتون واضح نیست شما میتونین دایرکت ایمیل کنین. لطفاً ایمیلایتون نگه داشته باشین به خاطر که این استفاده کرده میتونین به اپلیکیشنی که برای بیاده روان میکنین که ما با کانتون به تماس هستیم. این همگیش یعنی
فایل بورسیتان معتبرتر میسازن یا پروازن‌تر میسازن. اوکی؟ شما اول دانشگاه را میخواین پیدا کنین، کدام پروگرام اسنادایتان رو جور میکنین، و استپ بعدی که آخری است به بورسیه اپلای میکنین. اوکی؟ اونی وقت یک بورسیه ولید می باشد وقتی که شما پذیرش به یک دانشگاه داشته باشید. بدون ازی بیاده بر شما به یک دانشگاه ادمیشن نمیتون. ایده باید خودتان پیدا کنید. ما آل بر شما نشان میدیم که ما باید چی کارا کنیم که ادمیشن پیدا کنیم. اوکی. ریکوایرمنت ببینیم چی چیزا هست. وقتی که برای ماستری میخوایم بریم باید بچلری داشته باشیم، کم از کم 3 سال 12 سال مکتب و 3 سال هم با یک دانشگاه خوانده باشیم. دانشگاه دولتی یا شخصی بوده میتونه. دانشگاهی باشه که ما یک وبسایت براتون نشان میدم که با اونجا ثبت شده باشه، یعنی آلمان دانشگاه شما را بشناسه. it doesn't matter که شخصی یا دولتی، صرف نامش باید با اون دیتابیس دینا باشه. برای ماستری چی ما کار داریم؟ برای دکترا ما کار داریم که شما باید ماستری کرده باشین، نمراتتان above average باشه، یعنی از خوبتر است که از 70% بالاتر باشن. زبان انگلیسی را شما کار داریم برای پروگرامایی که به زبان انگلیسی است. اگر ماستریتون به زبان انگلیسی است شما کار دارین یک سرتیفیکیتی که به زبان انگلیسی باشه، مثلا آیلتس، مثلا توفل. بعضی از پنتونا دیولینگو را قبول میکنه به خاطر که به حال افغانستان آیلتس توفل نیست. شما میتونین که برای پنتون دایرکت به تماس شین که اینو قبول میکنه یا نه. بسیاری از پنتونا اینو قبول میکنه. اما اگر پروگرام شما به زبان آلمانی شما با زبان آلمانی دوام یاد داشته باشین، B2 که به آیلتس مثلا 7 میشن، این شما خودتون باید تصمیم بگیرین که با کدام پروگرام میرین. ما با شما باز نشان میدم که چطور میتونین سلکت کنین که چی میخواین بکنین. استرانگ موتیویشن برای دیاده استرانگ موتیویشن بسیار زیاد مهم است. ما بعداً به این میاییم که بفهمیم که استرانگ موتیویشن یا چرا میخوایم که این پروگرام رو بفهمیم، چرا میخوایم که آلمان بیایم. بعد از اینکه ما این پروگرام خواندیم چی میکنیم؟ That's my plan. چیزی که بسیار مهم است اون است که مثلا انترنشیپ داشته باشین. اگر کار نکردین میتونین انترنشیپ نشان بدین، میتونین کارهای داوطلبانه کرده باشین، میتونین که scientific publication. این چیزا they are good to have but they are not must. اینا چیزایی است که خوب است که باشه اما 100% ضروری نیست. خصوصا برای ماستری. برای دکترا اگر شما میرین scientific publication داشته باشین بسیار یک پوینت مثبت براتون. اگر ندارین شما مثلا پروژه بچلریتون وقتی که نشته کردین، تیسیستان نشته کردین، یک کار ساینتیفیک یا یک چیز نو خواهد نشته کرده باشین، تیسیستان میتونین که جزایی کنید باشین. اوکی؟ و زیادتر از پروگرام ها ایره میگن که دیگریتون دیرتر از 6 سال نباشن. یا it depends. مثلا در افغانستان حالات حاضر، حالات سیده شما میتونین که ایمیل کنین برشان حالتتون رو بگوین که چرا زیادتر از 6 سال طول کشیده. یا مثلا خانمایی هستن که 1 طفل یا 2 طفل یا 3 طفل دارن، اونا نتونستن که بعد از بچلری خود پس دوباره داخل درس شون. این چیزا را اینا مد نظر میگیرن. So everything هر چیز مهمتر است که شما باید باشن بسیار واضح و با وقت صحبت کنید. اوکی، این به فارسی ما براتون رو نشون کرده بودم. اوکی، language requirement ما شما صحبت کردیم که it depends on the program که کدام پروگرام رو میگیرین. ماستریای زبان آلمانی شما باید زبان آلمانی B2 را داشته باشین. ماستریای زبان انگلیسی شما آیلتس توفل یا یکی از بعضی از پنتون ها ایران قبول میکنه که شما از پنتونتان مثلا پنتون کاردان در افغانستان یک سرتیفیکیت میتن میدیم آف اینستراکشن، یعنی زبانی که با این پنتون درس داده میشه انگلیسی است. بعضی از پنتون ها اونم قبول میکنن. تو شما باید امرای اینترنشنال آفیستون به تماس شوید اگر چیزی براتون کلیر نمیباشه. اوکی، اینا رو بعض از کسایی شما سوال کردین ایره ضرور نیست که شما ببینین که نمیفهم که فونتش خورده.
و صرف چی رو میخواستم براتون نشان بدم که documents evaluation، document هایتون رو چطور میتونیم ببینیم که پانتونی که شما درس خواندین به این وبسایت است یا نه. این یک وبسایت دیتابیس آلمان است که به اینجا از افغانستان، من اینجا نشته کرده بودم کشور افغانستان، 176 پانتون یا انستیتوت آف هایر ایژوکیشن جزء از این دیتابیس است. اگر شما به اینجا درس خواندین، خواهش میکنم که یک دفعه برین داخل از این دیتابیس نشته کنین که نام پانتونتان یا انستیتوت آف هایر ایژوکیشن تونه و ببینین که نامش به اینجا است یا نه. اگر از شما میتونین که به پانتونای آلمان اپلای کنین. اوکی، ANABIS وبسایتشون این است. میتونین که اسکرین‌شات بگیرین یا تازه جزیره شیر میکنین باشین. خب اینی کار اول است. پیش از اینکه شما اپلای کنین ببینین که اسنادایتون در آلمان قابل قبول است یا نه. اوکی، اگر اینجا نبود و شما سوال داشتین و سوالتون به اینجا حل نمیشه، اینا یک جای دارن به نام کانتکت است. اولشون به تماس شوین، اسنادتون رو روان کنین، اینا بسیار زود پس بهتون جواب میدن. اوکی؟ Yes, I will share the link. اوکی، لینک های همه رفرنس ها با آخر از پرزنتیشن براتون دادن. اوکی، یک چیز دوم است. این خود دیتابیس بود. بعض از پانتونای آلمان شما وقتی که میخواین بهشون اپلای کنین، اونا این صرف بر افغانان نیست و تمام کشورهای جهان است که اونا میگن از طریق یونی اسیست اپلای کنین. یونی اسیست یک ارگانایزیشن است که شما اسنادایتون اونجا روان میکنین، اینا یک مقدار پول میگیرن و اینا اکویلنسی میکنن، یعنی میبینن که بچلری افغانستان برابر بچلری آلمان است یا نه، صنف دوازده افغانستان برابر صنف دوازده آلمان است یا نه. So enter any equivalencies، یکی evaluation است یکی equivalency، دو چیز است. اما تمام پانتونا یونی اسیست کار ندارن. شما میتونید ببینید که مثلا یک کم پول کار داره، شاید که میدونم 70 یا 80 یورو پول میکنن که میتونن آنلاین هم پرداخت شوند. اما اگر نمیخواین که رو بکنین، پانتونایی رو انتخاب کنین که از طریق یونی اسیست نیست. اینا چطور میتونین پانتونا رو انتخاب کنین؟ اوکی، چی کار میکنین؟ ما میریم با سایت داد یا سایت داد.de. به اینجا که شما رفتین زبان انگلیسی را سلکت میکنین. اوکی، ای به زبان دایچ و به زبان انگلیسی نباشه. به زبان انگلیسی را سلکت کردین، شما میرین Study and Research in Germany. اوکی، خود وبسایت انگلیسی میشه. بعداً شما اینی آپشنش سلکت میکنین، نشته از International Programs. International program ها را که سلکت کردین، International Online Programs نباشه. International Programs را باید سلکت کنین. اگر All Degree را سلکت کنین، زبان انگلیسی آلمانی هم مابینش میاد. اوکی، بعداً که او را شما سلکت کردین International Programs in Germany بنویسن 2551 پروگرام است. شما چی میکنین؟ میخواین مثلا ماستری بکنین. ببینید که چندین، ای برای بورسیه نیست، ای برای پروگرام های ماستری است. ما گفتیم که اول میخوایم که پروگرام ماستری خود پیدا کنیم، بعد از اون بریم سراغ بورسیه. اینجا چی میکنیم؟ مثلا ما میگیم که ما ماستری میخوایم بکنیم. اوکی، بعد زبانش رو سلکت میکنیم. زبانش رو میکنیم اینجا ما زبان انگلیسی رو سلکت کردیم و بعدا شما میتونین از اینجا هر زبان، مثلا engineering sciences، مثلا agriculture، مثلا languages، mathematics، medicine، public health، یا میتونین سرچ کنین. اوکی، ما اینجا نشته کردیم engineering. اونا رو ببینیم چی آمدن. اینجا 414 ریزالت آمده. برای چی؟ برای ماستری، برای انجینیرینگ ساینسز و زبان انگلیسی. یعنی شما ضرور نیست که زبان آلمانی رو یاد داشته باشین که برای این پروگرام اپلای کنید. اوکی، اینا من میتونم بسیاری از شما انجینیر سازن، اما فیلدهایتان فرق میکنه. مثلا سیویل انجینیرینگ است، مثلا مکانیکال انجینیرینگ است، فیلدهای مختلف است. شما میتونین که 414 رو نمیتونین که هر کدام شما یکی برین ببینید. چی میکنین؟ به اینجا نشته سرچ آیتم، به اینجا میتونین نشته کنین سیویل انجینیرینگ یا از این areas of study، از اینجا سلکت میکنین چی رو میخوام بکنم. اینجا سلکت کنین
اوکی نفسون مثلا از ایدیال آف استادیز که انجینیرینگ ساینسز ما بینش کدام فیلد هست آرکیتکچر بایو انجینیرینگ فیلد است که ما بایش هستم سیویل انجینیرینگ الکتریکل انجینیرینگ انجینیرینگ فیزیکس انجینیرینگ منیجمنت انوایرمنتال پروتکشن هر چی که به زیر فیلد انجینیرینگ میاد شما از اینجا میتونید این را سلکت کنید یا میتونید نشته کنید سیویل انجینیرینگ ما نشته کردیم سیویل رایت و شکل انجینیرینگ سیویل انجینیرینگ 25 پروگرام سیویل انجینیرینگ به این دیتابیس هست که شما بدون از اینکه زبان آلمانی رو یاد داشته باشین به این میتونید اپلای کنید. یک چیز بسیار زیاد مهم است که متوجه باشین که مثلا این پروگرام اول میبینید فیسش 6000 یورو. شما ضرورت نیست که به تو یک پروگرام اپلای کنید که فیسش 6000 باشه. این پروگرام که میبینید بسیار اکانتیل معتبر است، هیچ فیس نداره. با آلمان زیادتر کانتینا فیس نمیداشته باشن. اگه داشته باشم از 200 تا 500 یورو سمستر می داشته باشن. اوکی. این شد باباری کسایی که مثلا سیویل انجینیرینگ است. 25 پروگرام از I hope یکیش بر شما شاید مورد علاقه شما باشه. دوم باز میبینیم مکانیکال انجینیرینگ. و مکانیکال انجینیرینگ از 414 50 پروگرام هاییست که مکانیکال انجینیرینگ میتونیم شما بگیرید. از این میشه که یکیش سلکت کنین و هر کدامش که سلکت کنین ریکوایرمنت هایش، ددلاینش، همه چیزایش نشته است. و اینا پروگرام ماستری بورسیه نیست. رایت؟ اوکی. اینا رو وقتی که شما پروگرام ماستری تونه سلکت کردین، تصمیم گرفتیم که من میخوایم که ماسترز in mechanical engineering بکنم. همراه پانتین به تماس شدیم، اسنادایتان روان کردیم. این کلش یک پروسه طولانی است، تقریبا 6-7 ماه در بر میگیره. باز میخوایم که یک بورسیه براتون پیدا کنیم، به خاطر که زندگی با آلمان مشکل است. شما پول ضرورت دارین که بکنید. اینا رو پس چی میکنیم؟ پس با وبسایت داد که به اینجا دی زبان انگلیسی میریم scholarship and funding select میکنیم. کلیک کردیم باز چی میکنیم؟ اینجا میگن find scholarships. چی در scholarship؟ به اینجا میگن کشور شما از کجا میان؟ از افغانستان میان. باید نشته کنه افغانستان. it doesn't matter اگه شما به کشور دیگه جهان هم هستین، doesn't matter nationality تون چیه. nationality تون یا تربیت افغانه دارین، شما باید افغانستان رو سلکت کنید. افغانستان graduate ماستری میخواین بکنین، استادی پروگرامتون چی است و سابجکت. مثلا انجینیری رو سلکت کردیم. اوکی؟ بیاده 26 چی دارن؟ به حال حاضر 26 اسکالرشپ دارن، بورسیه دارن که شماها میتونین که post graduate studies in the field of architecture انتخاب کنین. وقتی که یک انتون آلمانی امرش به تماس هستین، ضروری نیست که براتون ادمیشن داده باشه، به خاطر که تاریخ هایی که ادمیشن میتن یک کمه دورتر هست. شما میتونین که برین به این کلیک کنین و اسنادایی که بیاده کار داره او را آماده هستید. برای تمام کسای دیگه که به انجینیرینگ نیستن و ما خودمون از پروگرامی که آمدیم، مجرد مکتوبتون بگم، ما خودمون از طریق پروگرام بیاده و سال 2009 به آلمان آمدیم. ما این پروگرام را سلکت کردیم. Study Scholarship Master Studies for all academic disciplines. تمام دیسیپلین های اکادمی. تو اون ماستری به هر فیلدی که شما میخواین میره سلکت کردن. برای انجینیر سایبر خاص فیلد، برای کسایی که فاین آرتس میخوانن، یعنی اسکالرشپ های مختلف هست. شما میتونین که به این وبسایت برین، دوباره یکی رو چک کنین، وقت بدین، کم ریسرچ کنین. اوکی. خب اینا رو ما میخوایم که ببینیم که به فیلد آرکیتکچر ریکوایرمنتس چی است. بعد از اون چی که ما اثر از این لینک که کلیک کرده باشیم چی میکنیم؟ میبینیم که overviews, application requirement, application procedure, contact and consulting and submitting application. اینجا step by step تمام چیزا را برای شما نشته کردن. هر چیزی که شما کار دارین به این نشته کردن. زبان آلمانی جزء از این نیست.
و نوشته کرده که اپلای کرده میتونه، چی وقت میتونین اپلای کنین، کدام پروگرام ها را میتونه، این پروگرام های آرکیتکچر. به خاطر که ما وقت زیاد نداریم من به دیتیل ریزی نمیدم، اما یک بار بخونیم، اگر سوال شده باشه به گروه نوشته کنیم، باز ما میتونیم که دربارش صحبت کنیم. اوکی. یک بار میخواستم برای کسایی که Master Studies for All Academic Disciplines و دیگه دیسیپلین ها میخونه، اونام که بسرش کلیک کنم تمام معلومات به اینجا نوشته است و بسیار آسان که بکنین کسایی که زبان اولشون انگلیسی نیست بکنین بسیار آسانی ایده بخونن. اوکی. بعض از شما نشته کرده بودیم که اگر شما رفیوجی هستین یا ریسرچرز ات ریسک هستین، کدام اسکالرشپ ها بر شما هست؟ بله، شما میتونین که Hassan Funds for Refugees and Research Risk ایده چی کنین؟ یا به می وبسایت بیادیس میتونین که سرچ کنین و اینا 60 اسکالرشپ دارن. وقتش قدر زیاد نیست اما میتونین که بهشون به تماس کنین که ببینین که چطور کمک کنن. ما ریکامندیشن بر شما ای است که شما این دو اسکالرشپی که اول به ما براتون گفتیم کسایی که میتونن مشتری کنن به می اپلای کنین. از افغانستان چانس شما بسیار بلند میباشه بخاطر که بتونین یک بورسیه بگیرید. اوکی. بار قبلی بعض از شما من گفته بودیم که شما میخواین که دکترا کنین. ما فکر میکنیم میگه شما فاطمه جان محمود هم اینجا اونا میخواین دکترا کنن. برای دکترا اصلا راه اصلی دکترا به آلمان این نیست که شما از یک دیتابیس را پیدا کنید. دکترا به آلمان it's a job، یک کار. شما باید ماش داشته باشین. وقتی که مثلا یک ریسرچ تاپیک شما بسیار علاقه‌مندی داشته باشین، شما باید به یکی از پروفسورها به تماس شوین، برش بگویین که من میخوام برای شما دکترا کنم. اونا زیادتر ما پول می داشته باشیم. پروفسورها به اکانت خود پول می داشته باشن که ما میتونن کسرت فند کنن از طریق دیفرنت پروژکت. او آسان‌تر است از اینکه شما برین از این طریق اسکالرشپ. خب بازم اگر میخواین از طریق اسکالرشپ، من اینجا چک کردم افغانستان PhD اینجا 11 اسکالرشپ نشون میده که میتونن اپلای کنن. هر کدامش از خود ریکوایرمنت های مختلف داره. به اینجا مهم است it's not needed، اما مهم است که شما مقاله داشته باشین. اگر بدون مقاله بیاین اینقدر چی نیست، میتونین که دکترا بگیرید. اوکی. یا یک ریسرچ دیگه است که من چک کرده بودم که چندین به کدام فیلد چیزا اینا رو میتونین که مثلا life sciences engineering و sustainability چیزایی که engineering میتونه که چی باشه. و PhD با آلمان پول نمیگیرن. اینا سمستر فیس است که تیکت ترانسپورتیشن براتون میده، تقریبا 200-300 یورو میباشه به سمستر به 6 ماه. اوکی. اینا رو شما خود مرکزان کنین که چطور ما بتونیم که یک رشته ماستری را سلکت کنیم. یکی که شما بسیار زیاد مهم است که علاقه‌مندیتون به چی است و شما بچلریتون به چی بود. اگر شما بچلریتون به یک سابجکت خاص است، مثلا سیویل انجینیرینگ، شما باید انفراستراکچر، ترانسپورت یا بکنید. بدون آب یا ترانسپورت چی کنید. اما مثلا اگر شما سیویل انجینیرینگ خوندین اما بیخی میخواین در فیلد دیگه برید، باید یک دلیل داشته باشین. مثلا یک پروژه کار کرده باشین، مثلا یک کار داوطلبانه کار کرده باشین، مثلا یک دلیل داشته باشین که چرا میخواین از فیلد خود به دیگه فیلد برید. آسان‌تر نیست که آدم از فیلد خود مثلا از بچلری بتونه در طرف فیلدهایی بره که ارتباط میگیره با کارش. اینا بسیار زیاد مهم است برشون. خب موتیویشن لتر چیزی که بعض از شما نشته کرده بودیم، این موتیویشن لتر همتون و موتیویشن لتر دیاده فرق میکنه. این باید بسیار زیاد متوجه باشیم. اوکی؟ دیاده سلکشنش بیست آن چی است؟ اکادمیک پرفورمنس. یعنی که شما نمراتتان بالای اوسط باشه، از 70% بالاتر باشه، بسیار خوب است. شما چی کنین؟ strong and clear motivation داشته باشین.
یعنی چرا میخواین که این رو بخوانین این موضوع و موتیویشن شما چی است، انگیزه تان چیه. well planned and research. اگر با ریسرچ میایین باید اینا یک پلان داشته باشین که پلانش است که مثلا 3 ماه اول این کارا میکنم، 4 ماه اول این کارا میکنم. این پلان ریسرچ پلان کسایی که دکترا میکنن این یک جای با استاد که اینا میگن فاتر دکتر یا پدر دکترایتان اندازه یک جای پلان کردن. اوکی؟ چیز بسیار زیاد مهمه که است که فاطمه بگن هر چیز مهمه است. Everything is important. به این وبینار امروز که با موتیویشن لترتان شما باید نشون کنین که وقتی که شما این ماستری را خلاص کردین و دکترا را خلاص کردین پلانتون چیست؟ چی میخواین بکنین؟ یک چیز مهم که از اینترنت نگیرین به خاطر که با شما کپی پیست یا مثلا استفاده کنین artificial intelligence اما مفکورای خودم، پلان خودم، انگیزه خود استفاده کنین. Okay, you can always use different kind of artificial intelligence to refine it, but they will not give you ideas. Right? مثلا شما بعد از گریجویشنتون باید تحصیلتون چی میخواین بکنین؟ پلانتون چیه؟ و پلان خوبتر ایست که به خاطر افغانستان باشه یا به خاطر افغانا باشه. اوکی. سلکشن پروسیجر یعنی دیاده چطور بورسیه ها را تصمیم میگیرن که کی ها اینا همیشه یک سلکشن کمیتی می داشته باشن که و سلکشن کمیتی پروفسورها می باشن، کسایی می باشن که قبلا به دیاده از طریق دیاده آمدن یا از پروفسورهای مختلف آلمان هستن. نامش کسی نمیکنه. سلکشن کمیتی از مثلا گهیم می باشه یا سکرسی دارن. چیزایی که اونا میبینن است اکادمیک اچیومنت، موتیویشنتون، استدی اند ریسرچ پلانتون، ریکامندیشن لتر. این زیاد مهمه. شما از استادایتون، شما با جایی که کار کردین، با جایی که کارهای داوطلبانه کردین، از هر جای همیشه یک توصیه نامه داشته باشین که نشان میده که کارتون چطور بوده، چقدر خود اینیشیتیو گرفتن میکنین، چقدر منظم هستین، چقدر کار علاقه مندی دارین. همه چیزا رو اینا بسیار بسیار ولیو میکنن، بسیار میگیرن. و یک چیز بسیار مهم است که دیاده اکسپرتس دیساید، دفتر دیاده که اسنادا رو برشمار میکنین، اونا فکر میبینن که اسنادایتون مکمل است. اوکی مکمل است. مثل که با افغانستان مزاقله نه کسایی که دفتر کار میکنن اونا چک میکنن که اوکی تمام چیزا هست یا اوکی باز روان میکنن برای کمیتی. ما درباره از صحبت کردیم که کسایی که ماستری میکنن تقریبا 930 یورو ماهانه میگیرن، دکترا 1400 یورو ماهانه، فامیلی الاونس تقریبا 270 چند یورو، اینشورنس میباشه، لنگویج کورس میباشه. لنگویج کورس است که اینا که شما رو اینجا میخواین که شما آلمانی رو یاد بگیرین، داخل کلچر آلمان شوین و پس از اینجا که میرین به کشورتان مثل ازی که مثل سفیرشان باشین. یعنی بابار آلمان همین تجارب خوبی که داشتین باید به دیگران بگوین. اینا به شما بخواین که زبان آلمانی رو یاد بگیرین، اینا شما را فاند میکنین که زبان آلمانی رو یاد بگیرین. اوکی. چیزی که ما متوجه شدیم، ما خودم به سال 2007 شروع کردم به این که این پروسه را شروع کنم برای ماستری و به سال 2009 آلمان آمدیم که تقریبا 1.5 سال در بر میگیره. اوورنایت هیچ کار نمیشه. شما همه بیتان با تجربه هستین. من دیدم که و وبینار کوشنیر بسیار سوالات خوب کرده بودین. باید شما کم از کم پلان همه چیزی که میکنین بکنین 1 تا 1.5 ساله نظر داشته باشین و از این روز باید شروع کنین پشت کارتون برین. که ویزا چی میشه؟ ویزا استپ آخری است و اون تا به اونجا خداوند مهربان است که تا یک بار دیگه پیدا شد. شما از اولتون شروع کنین. از اینکه
یک پروگرام پیدا کنیم، یعنی که ببینید منبع پانتون به تماشایین، اسناداتون همگیش مکمل است، چنامه داریم، کدام پانتونا بدون یونی اکسس کار میکنن، اکمیشنتون به کدام جای است، کدام اسناد دیگه کار داریم یا نداریم. بعد شما باز ببینید که دیاده چی وقت اپلای میکنین، ددلاینش چیه؟ ددلاینش تقریبا به اگست و سپتامبر میباشه، اما خودتون دوباره باید به وبسایتش یک بار بریم، اینا میشه اپدیت میکنن. تو به نظر من یک تا یک سال باید پلان بکنیم که ما یک سال بعد آلمان میرم. غلطی هایی که ما میکنیم، اشتباهات، یکی که رشته که غیر مربوط باشه. اگر شما دلیل قوی ندارید، ما از بیولوژی نمیتونیم به انجینیرینگ بریم اگر دلیل قوی نداشته باشید. انگیزه نامیتون ضعیف چی معنا داره؟ یا کسی را دانشگاه کردن، یا به کارهایی که به سیوی که روان میکنین اوج ارتباط نمیگیره، یا معلوم میشه که تو یک قسم نقلی ساختگی و سوپرفیشل اتیتیود سر آب را. درخواست بید اینا آلمانان، همه جهان هم آلمانان زیادتر، اگر برکن یک ددلاین داده، حتی ثانیهشون برشان مهمه، شما به کدام ثانیه روان کردین. تو هیچ وقت اسناداتون در روز آخر به دقیقه آخر روان نکنید، خواهش میکنم. همیشه سرورها و وبسایت ها کار نمیکنه، کوشش کنیم که یک ماه پیشتر روان کنیم، اما زیادش شما 6-7 ماه پیشتر میکنیم که چی وقت باید روان شد. زبان انگلیسی متوجه شویم که اگر پروگرامتون به زبان انگلیسی شما آیلتس یا توفل ندارین، امرای پانتون به تماس شویم که چی راه حل است. همیشه صحبت کنیم، یک راه حل پیدا میشه. بسیاری پانتون ها ما گفتم بیلینگو را قبول میکنیم و اسنادایی که مثلا همه چیز روان کردیم، یعنی اسناد مهم یا ریکمندیشن لتر کنه روان نکردیم، اونا براتون چیز نمیگه، مسترد میشه. شما باید یک روز دوباره منتظر باشید که باز از سر شد. تو کپ مهم است که وقتتان بگیرید، take your time، و آرام، اعصاب آرام پرسان کنید، کمک بخواید تا که بتونید یک اپلیکیشن بسیار قوی روان کنید. حالا که ما برای مستری میرفتیم، یک ایمیل یا یک جای یک اعلان میشد و مجبور بودیم که زمین یک قسم رای پیدا میکنیم. حالش شما بسیار با یک عصر نسبتا خوب هستن که معلومات بسیار زیاد است و همگی میخواهید دیگران را کمک کنند. خوشبختانه یک وقت قسم بود که میگه کار را که ما کردیم دیگران میکنیم. حالا ما میخواهیم کار را که ما کردیم بر دیگران آسان تر شد. به خاطر پرسان کنیم، سوال کنیم و هر چقدر که ما خود ما بکنیم یا ما یا هر کسی دیگه کمک میکنیم و چیزی را که میفهمیم براتون معلومات میکنیم. اوکی. ایده چندین بار ما گفتیم good grades. اگر یکم وقت مثلا از 70% کم هم گرفتیم، it doesn't matter، شما اپلای کنیم، اما از طریق ریسرچتون یا یک پروژه یا یک کار داوطلبانه یا درس دادن یا با کمیونیتیتون کار کردن، به این همه چیزا رو میتونیم که سیوی تون قوی بسازیم. حال افغانستان بسیار متاسفانه که همگی ما به حالت خوب نیستیم و درک میکنم. شما میتونید که از فعالیت‌های داوطلبانه استفاده کنید که سیوی تون قوی بسازیم که بتونید خود از افغانستان بیرون بکشید برای درس. ما همیشه میگیم بورسیه پیدا شوند. بورسیه پیدا میشه، اما شما باید اول قسمی که قبلا گفتم پروگرامتان رو سلکت کنیم، اسناداتان رو جور کنیم، کدام پانتون اپلای میکنیم، کدام طریق اپلای میشن. بعد از این شما کلگی معلومات، کلگی کمیونیکیشن، کلگی ایمیل هایی که با پانتون، با اینترنشنال آفیس، با یونی اکسس با همگی کردیم پشتان نگاه باید باشه. مثل اسناد باز به دیاده اپلای میکنیم، این اسنادای این ایمیل های کنم همگیشه مثل به یک پی دی اف همگیشه کپی میکنیم، پی دی اف میسازیم، جزء اسنادای جزء اپلیکیشن دیاده تون میدیم. استپ آخری است که شما برای ویزا کنید. اگر اسکولارشیپ دیاده داشته باشید، ویزا نسبتاً آسان تر است. حالا میفهمیم
پاکستان حالتش خوب نیست، ایران حالتش خوب نیست، اما تا که شما تا وقتی ویزا برسین 1 سال در بر میگیرن، تا 1 سال خداوند مهربان است بخیر همه چیز خوب میشه. So we just stay positive. این چیزایی است که quality of recommendation letter بسیار مهم است که استاداتان بسیار یک چیز خوب نشته کرده باشن که شما اصلا یک ریکامندیشنی که نشته کرده باشن که یک مسئله عادی بوده ایره روان نکنید، برین کوشش کنید پیدا کنید یک استادی که بابای شما یک چیز خوب نشته یا یک کسی که امروز پروژه کار کرده باشن رئیس پروژه بابای شما خوب نشته کنید. کسی که مثلا صرف نشته کرده باشه که ها he was okay یا satisfactory باشه ایره روان نکنید. برای کسایی که دکترا میکنن و ریسرچ میکنن برای از اونا مهم است که از فانکشن یا از پروفیسر یک اینویتیشن لتر داشته باشن، یک دعوتنامه داشته باشن. این یک پروسیجر عادی است، اگه اونا شما رو بخواید در عادی خود پروفیسر میکنن که یک دعوتنامه براتون داشته. اوکی، تو حالت حاضر که هست همگی ما میفهمیم افغانستان حالت خوب نیست. این پروسیجرهای آلمانی یا اسکالرشیپ چندین استپ داره، از این خاطر مشکل تر معلوم میشه، اما غیر it's not impossible, right? اگه شما پلان کنین و خیر موفق میشین. اینی چیزایی است که ما معلومات ازش گرفتیم از وبسایت‌های مختلف. شما میتونید که از انجینیر صاحب مرتضی باتون شیر میکنن، میتونید که بریم ببینید، خودتون بخونید، سوال باشه از این پرسان کنید. یه چیزی که میخواستم براتون بگویم که افغانا قبل از شما آمدن از این پروسیجرهای مشکل، از این حالتهایی که چندین استفاده سازی برو اینجا براکو، اما ما که تانستیم شما از ما که بسیار بهتر میکنیم و ما به این باور داریم که اگر امروز هر کدامتان شروع کنیم و خیر 1 سال 1 سال بعد شما با آلمان میباشید. اگر اسنادتان خوب باشه و کارتان رو بکنیم که خوب پیش ببریم. شما اولین کسان هستین و ها قبلا جور شدگی است، کمک است، میتونیم که پرسان کنیم و ما برای شما همگی اصلا این وبینارها رو ما همیشه به این خاطر میخوایم که برای شما صحبت کنم، مشکلاتتان رو بفهمم و به جایی که تا جایی که من میتونم کمک کنم یا سپورت کنم بکنم. و بعضی از گروپ هستم و بعضی از شما گفته بودین که اینا به خاطر منافع خود کار میکنن. چطور؟ منافع ما اینی است که اگر شما بتونه 1 نفر از شما بتونن آلمان بیاین my mission is accomplished. برای من این مهم است و من اگر هیچ وقت اونا رو ندیدم این برای مهم است. تو من بسیار زیاد خوشحال هستم که برای همه شما به تماس هستم و حال هر سوال که داشته باشین من 15 دقیقه دیگر دارم، میتونم که سوالشون رو جواب بدم. میتونید مایکتون رو روشن کنین و سوالاتون. کامران شیرزاد میشه که مایکتون روشن کنین بگوین چی؟ سلام دکتر سیف، وقت شما بخیر. سلام بفرمایید. دکتر سیف، من یک سوال داشتم. سوال اولی من است که ما سال گذشته برای آل دیسیپلین هم اپلای کردم ولی برای پوست هم اپلای کردم. بدبختانه شارت لیست نشدم، سلکت نشدم، زیاد زحمت کشیدم سر اپلیکیشنم و دوباره آل دیسیپلین ما باز پرسان کردم که علتش چی است که در سال بعدی ما کوشش کنم که ما به اصطلاح ویکنس خود به استرنت تبدیل کنم. اونا با ما گفت که فیصدی پونتون شما از 80% کم است، در حالی که از ما 78 است و شما گفتین اگه 70% داشته باشیم این خوبتر است. سوال اولی ما بود. سوال دومی ما است که درباره اپاینتمنت با ما باز تصمیم گرفتم که برای سلف فاندد برم. اگر اونا ما را در اسکالرشپ سلکت نکرد تقریبا حالی 20 ماه میشه که 20 هم نه، تقریبا 2 سال میشه، 24 ماه میشه. در اول اپریل 2024 ما اپلای کرده بودم برای اپاینتمنت آلمان. تا هنوز برای من نوبت نرسیده. شما تجربه شما چی است که چقدر وقت میگیره اگر کسی سلف فاندد برای، در حالی که ما از یک پونتون دولتی ادمیشن دارم در برنامه ماستری؟ همین 2 سوال ماست. یکی سوال اپاینتمنت که سلف فاندد چقدر طول میکشه
و یک دوباره فیصدی شما گفتین 70%، ولی اونا برای ما گفت که 80% باید باشه. اگر این دو موضوع کمی وضاحت بشین. تشکر. تشکر شهرزاد صاحب از سوالتان و از اینکه شما اپلای کردین قبلا. ما 70% که براتون گفتیم تخمینی براتون گفتیم، اما مثلا 78% بسیار نمرات خوب است. شما میتونید که CV تون قوی بسازید. قسمی که بخونید پروژه دانه، یک پروژه یا یک ساینتیفیک پیپر یا همراه یک ساینتیست با آلمان در یک چیز کار کنید. هر چقدر که کارتان به مو شقی که میخواین درس بخونین قوی تر باشه، 2% میتونین که از دیگه قوی کنید. یکی. دومی که اگر شما از پاکستان شاید اپلای کرده باشین، میتونین که از یک کشور دیگه همسایه ببینین که آنلاین پروسیجر داره. یعنی آلمان شاید فکر میکنم آل شروع کرده باشن آنلاین اپوینتمنت گرفتن. ببینین که از کشور دیگه کجا، مثلا از دبی، من بسیاری کسا بسیار از مسئولین نشناسم که اونا از دبی بسیار اپوینتمنت زود گرفتن. So it depends از کجا اپلای میکنید. و سلف فایننس هم یک طریقه بسیار خوب است. مثلا تقریبا 12-13 هزار شما باید به بانک بتین و میتونین که اینجا کلاین. اوکی. این سوال بعدی از دیگه که شهرزاد صاحب ببخشید بسیار میشه سوالتون مشارکت کنین، با انجینیر صاحب بر ما روان میکنه که دیگران بتونن سوالش رو پرسان کنن. درست است. کی از کامل انجینیر صاحب شبلی حکیمی میتونن سوال کنن. عرض سلام و درود و احترام دارم خدمت شما جناب دکتر صاحب معزز و همه کسانی که صدای ما را میشنوند. من در نخست از شما خیلی سپاسگزار هستم از محبت شما که در حق ما میکنین و وقت گرانبهایتان به خاطر آگاهی بخشی در زمینه که شما تحصیل کردین یا داشته‌هایی که دارین با ما شریک میسازین. و ثانیاً از شورای انجینران افغانستان سپاسگزار هستیم و آرزو به این داریم که این سری سمینارها و وبینارها در آینده بیشتر داشته باشیم تا ما بتونیم که به همین یک سری مقاصد خود از همین شورا برسیم. سوال ما دکتر صاحب معزز این است که نقش فرضاً ارائه کنفرانس ها و فعالیت های حقوق بشری، فرضاً من خودم فعال حوزه اقلیم هستم و در خیلی از وبینارهایی که از طرف سازمان ملل و از طرف سازمان‌های حقوق بشری ارائه میشه مشترک هستم و خیلی گواهینامه ها و سرتیفیکت ها را از این بخشا دارم. و نقش امی سرتیفیکت ها و ارائه کنفرانس هایی که در خود افغانستان ما داریم چقدر مثبت است یا پوزیتیو است دمی اخذ بورسیه دد آلمان؟ بسیار تشکر از شما. انجینیر صاحب حکیمی بسیار تشکر از سوالتان و از اینکه مرتبط کردن تدارک کردن. این بسیار زیاد مهم است. اگر شما به کنفرانس ها رفتین، ارائه کردین با ساینتیست های یا ساینسدان های که اونا به تماس هستین، هر اسنادی که دارین، هر چیزی که دارین، اپلیکیشن تون قوی تر و اگر بتونین وقتی که به کنفرانس رفتین با کسی به تماس شدین از اونها یک ریکمندیشن لتر بگیرید، بسیار زیاد کمک می‌کنه. موفق باشید. بسیار تشکر. و این فیلد که شما مثلا environmental sciences است، right؟ یا climate change. انجینیر صاحب حکیمی سوال مشما بود. این بسیار فیلد مهم است و با آلمان بسیار اپورتونیتی های زیاد است. اگر سوال دیگه باشه میشه که پرسان کنیم ما شما دعوت شده کنیم. دکتر صاحب یکی دو سوال دمی چیز هم است، چت باکس اگر میشه یک بار هم ببینین و خانم وحیده احمدی هم اجازه خواستن اگر اونا میشه سوال خود پرسان کنن. من میشه که اول خانم وحیده احمدی سوال خود پرسان کنم با چت باکس کنیم. مشکل نیست، رقم راحت است. بله سلام علیکم، آواز مرا دارین؟ بله. سلام خدمت همه. بازم تشکر خانم آمنه جان به خاطر تمام معلوماتی که رها کردین. من میخواستم بپرسم کسایی که در خود آلمان هستن، داخل آلمان زندگی میکنن، واجد شرایط به این بورسیه هستن؟ اگر شما بخواین که از آلمان اپلای کنین، اگر از 15 ماه زیادتر زندگی کرده باشین نمیتونین اپلای کنین.
هستن. درست اگر تشکر. 15 ماه کمتر باشین میتونین که اپلای کنین، اما اگر داخل آلمان هستین دیگر راههایش هست. بشرط که باز ما مسیج کنین ما شما بگویید شد. درست است، براتون اشتباه میکنم. تشکر. اوکی. دکتر صاحب بفرمایید. دکتر صاحب بسیار ببخشین. امیر، من یک پرسش دیگه هم داشتم اگر اجازه شما باشه. فرضاً ما مدارک خدا اگر تهیه بکنیم و شما با ما اگر همکار باشین و قبل از اینکه ما اپلای میکنیم به خاطر بازبینی توسط شما بر شما بفرستیم، در این زمینه شما فرصت دارین که همکاری بکنین، فقط یک چک بکنین و همو فیدبک هایی که از طرف شما به خاطر اصلاح امی فرم ما یا امی درخواستی ما اگر همکاری من کوشش 100% خودم میکنم تا جایی که بتونم. چرا نه روان کنین اصابایتان، من کوشش خودم میکنم. اما من یک کار فول تایم دارم، مادر 2 طفل هستم، فامیل دارم، این کارم میکنم. بعضی کارهای دیگه همگیش داوطلبانه است، اما هر کسی که بخواید که اصابای خود روان کنه if I have time من بتونم ضرور جواب میدم. اوکی. سوال بعدی چیست؟ Answering what to do after graduation is complicated as Afghan female, as there is no work permit after returning back to Afghanistan. Can you please share your insights on how well to elaborate the question on after graduation plans as to know? So, یک چیزی که باشه من سوال لیلا جان ظریف هم میکنم. اینا گفتن که من به شما گفتیم که به دیاده موتیویشن تا نشته کنیم که بازی که پاک افغانستان میرین چی میکنن. از افغان فیمیل شما پاک افغانستان نمیرین به خاطر از اینکه تقریبا یک زندان. این بسیار آنست میکنن جواب بدین. شما ضرور نیست که اینجا ناخواسته دروغ بگوین که من به افغانستان پس میرم. اگر طالبا باشه شما نشته میکنین که اگر طالبا باشه ما پلان ندارم که پس برم و ما این کارا رو میخوایم که با افغانایی که مثلا مثل که من با شما کار میکنم یا مثل که یک پروژه درباره افغانستان بگیریم یا یک کار دیگه بکنیم، ببینید سرچ کنید چی کارا کردن میتونن در فیلدتان و نشته کنیم که اگر طالبان نباشه و حالات افغانستان خوب باشه و ما بتونم کار کنم ما این کارا رو میکنم. That's how you are going to answer. Can a civil engineer apply to? Yes, of course, you can apply for climate change and sustainability. But دلیلش رو بگوین که چرا. اوکی. بفرمایید انجینیر صافی. خانم یوسفی بودن فکر کنم سوال داشتن. بفرمایید. یوسفی صاحب اگر صدا دارین میشه سوالتان رو بپرسین. سلام علیکم، خسته نباشین. سلام خدمت دکتر صاحب. تشکری میکنم از این پلانی که آماده کردین و تهیه کردین برای انجینیرها و بقیه حضاری که در گروه هستن. من خدیجه حسینی هستم. متاسفانه از گوگل میت موبایلم نتونستم جوین شوم، از موبایل یکی از دوستا جوین شدم و نام خانم یوسفی است. بسیار خوب، بفرمایید خدیجه جان. اوکی، تا که اونا پس شاید کنک نیستن، اگر دیگه کس سوال شیرزاد میشه سوال کنه بکنیم. خب سوال من بود که شما دوباره ازی گفتین که از دبی ما خودم وبسایت را چک کردم، اونا فقط برای شنگن ویزا در دبی اپاینتمنت میده ولی برای استادی ویزا فقط اسلام آباد است فعلا برای افغانا. ما گفتم این خب معلوماتی بود که همین تانه تافل نمیدن میخوام که اول نبودم و همون موقع ما شدم که تشکیل تمام شده بود. خدیجه جان باشه، ما آواز شما را صحیح شنیده نمیتونم به خاطر که وقت بکنیم خوب استفاده کنیم. میشه به چت نشته کنیم یا اگر ما یا نمره اگر بیشتر از برام نشته کنیم سوال کنم باز میتونم جواب بدم. شیرزاد ما اینا در ویزا اسپشیالیست یک چیزا باید براتون بگم. من معلومات ندارم شما از کجا باید به ویزا اپلای کنین، اما کسایی را میشناسم که اپلای کردن
و ایره من نمیتونم براتون بگویم که از کجا اپلای کنیم. ایرایش رو باید خودتان چی کنیم. من صرف میتونم که بگویم که ریکوایرمنت دیاده چیه، فندونا رو چطور به تماس بگیم. I'm not a visa specialist, I'm sorry. Okay, انجینیر صاحب سید دکتر الله سید رای، ما میتونیم مایکتون رو روشن کنیم و آخری سوال خود میگیریم. بفرمایید. سلام علیکم، انشالله که جور و صحتمند سرحال باشین. تشکر از پریزنتیشن خوبتان. و میخواستم دو سوال داشتم. اولی که در قسمت دکترا بود، میخواستم اپلای کنم و یافتن یک سوپروایزر ضروری است. اینال اگر من مسیج کنم، چند تاشون مسیج کردم، موضوعی که من خودم برای دکترا بر تحقیق دارم با او استاد دو بخشی که استاد میخواه شاگرد بپذیره، اگر ماش نکنه چیکار باید انجام بده؟ یک سوال دیگه، بعضی کسا در بورسیه داد آلمان پیسگی میکشن. نظر شما در این باره چی است؟ شکر. اوکی. سوال اولتون که اگر پروفسور اگر بر شما دو قسم، اگر اونا شما از خود پروژه داره و دیاده براتون پول میده، شما میتونید که علاقه خودم همون پروژه که خودتون میخواین کار کنین بسرش کار کنین، به خاطر که پروفسور پول براتون نمیده. right؟ اما اگر پروفسور بر شما یک دعوتنامه میده که شما با این پروژه میخواین کار کنین، این دعوتنامه از یک پروژه آمده و پروژه پول داره، شما باید با اون پروژه که پروفسور میگه باید کار کنین. اما من چیزی را که براتون میگم، مشوره من است که اگر یک پروفسور بر شما چی بتا، یک دعوتنامه بتا که یعنی ارتباط بگیره با فیلدتان، قبولش کنید. اینجا میتونید که بیاین اگر پروفسور ببینین، صحبت کنین، پروژه همیشه تغییر میکنه، کارش تغییر بده، یعنی زیاد سخت نگیرین. دوم، دیاده بسیار سخت است. هیچ کس نمیتونه که پول بگیره و بورسیه دیاده بده. این هر کسی گفته غلط است و پول میگیرن و این نیست. اگر کسی هم با شما به تماس میشه، شما میتونید که دایرکت با دفتر دیاده به تماس شوین یا برای من ایمیل کنید، ما داشتم باشیم به تماس شوین. اما this doesn't exist. نیست، نمیتونم. با آلمان هیچ ممکن نیست. اوکی. خب دکتر سلو، ما ببخشید بسیار زیاد که باید وبینار را خلاص کنم. من یک بچه که 4 ساله دارم و باید از کودکستان بگیرم و وقت رخصتیشان شدم. بسیار زیاد خوش شدم. خدا کنه که این وبینار بر شما علاقه‌مندی شما رو و بتونیم که از بعضی از چیزایی را که من براتون گفتم شاید نو باشه، که بعضی شما مثلا تجربه زیاد داشته بودیم بستان. I really hope که it helped you. ما با گروپ هستم، میتونیم هر کسی که برای ما بخواین مسیج کنیم، ما کوشش میکنم که جواب براتون بدم. خودم یا نفهمیدم یا معلومات نداشتم، دیگه کس پرسان میکنم براتون جواب میدم. اما ما کوشش من این است که هر چقدر افغان‌ها که بتونن از راه صحیح، از راه قانونی، از راه تحصیل و کشورهای خارج برسن و ما بتونم که اونا رو کمک کنم. I will always be there. انجینیر فایز، انجینیر مرتضی با شما شیر میکنم. تشکر، روز خوش داشته باشین. خدا دکتر صاحب تشکر میکنم بازم از وبیناری که آماده کرده بودین و وقتی گذاشتین و امیر رقم از دوستایی که در این جلسه ما را همراهی کردن. البته لینک ها و پرزنتیشن هم از دکتر صاحب میگیرم و در گروپ ها شریک میکنم. و موضوع دیگه ای است که این وبینارها ادامه داره. البته ما در قسمت استیم همیشه ماه یک بار یک وبینار از طرف دکتر صاحب می داشته باشیم و در این ماه هم خوشبختانه ما در قسمت بورسیه داد آلمان وبینار داشتیم که خیلی از دوستا علاقمند هستن که از طریق بورسیه را پیدا بکنن به دانشگاه ها یا میرقم برن به طرف کشورهای بیرون از افغانستان
وقت همگی بخیر، خداحافظ همگیتان. و سوالای دیگه هم که اگر دوستا در قسمت ای وبینار دارن میشه در گروه ها شریک کنن. دکتر صاحب در گروه ها هستن و بر شما جواب خواهد دادن. یک چیز مهم انجینیر فرماسیون بسیار تشکر که یک کوشنیر را براتون روان میکنن، یک فرم انتیابی است. انجینیر صاحب با شما اصلا خواهش میکنم کسایی که بودن نظریاتتان بر ما بگوید، ما را کمک میکنه که در این آقای بدیره بهترتر خوبتر بسازیم. روز خوش داشته باشید. وقت همگی بخیر.